سلام به همگی. تو این ویدیو میخوایم با هم یاد بگیریم چطور دیگه دنبال زمان ندویم و کاری کنیم که زمان به نفع ما کار کنه. آماده اید؟ پس بریم. تصور کنید روزتون رو با یه برنامه واضح و مشخص شروع میکنید. اول از همه 3 تا از مهمترین کارهایی که باید انجام بدید رو یادداشت کنید. ساده بنویسید. بعدش کارهای بزرگ رو به قسمت‌های کوچیک‌تر تقسیم کنید. قدم‌های کوچیک شما رو به موفقیت‌های بزرگ میرسونن. حالا برای هر کاری که می‌خواین انجام بدین، یه زمان مشخص در نظر بگیرید. با زمان مسابقه دادن میتونه رمز موفقیت شما باشه. فراموش نکنید که استراحت‌های کوتاه هم داشته باشید. یه نرمش 5 دقیقه‌ای میتونه تمرکز و انرژی شما رو بیشتر کنه. در آخر، به خاطر موفقیتاتون، هر چقدر هم کوچیک، به خودتون یه جایزه بدید. گزارش رو تموم کردید، ارائه رو عالی انجام دادید. به خودتون افتخار کنید. یادتون باشه، انجام دادن کارهای روزانه‌تون به معنی انجام دادن کارهای بیشتر نیست، بلکه به معنی انجام دادن هوشمندانه ترونه. پس آماده باشید، تمرکز کنید و با اعتماد به نفس روزتون رو فتح کنید. اگر این نکات براتون مفید بود، ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر، کانال ما رو دنبال کنید.